خب آزمون آیلتس بدیم یا دولینگو؟ خب خیلی خوشحال هستم که توی کانال پرژن ساینس هستید همراه با من. توی این کانال ما هدفمون اینه که مسائلی صحبت کنیم مثل اینکه چطور مقاله بنویسیم، چطوری زبان بخونیم و رشته‌های مختلف رو معرفی بکنیم. و این اولین ویدیو کانال منه و توی این ویدیو هدفم اینه که صحبت کنیم راجع به اینکه آزمون دولینگو بدیم یا آزمون آیلتس بدیم و اینکه کدومشون بهتره، چه مزایایی دارن، چه معایبی دارن و از این دست صحبت. ابتدا من معرفی داشته باشم راجع به خودم. من علی اصغر احمدی‌کیا هستم. رشته خودم مهندسی کامپیوتر بوده. یه مقاله ژورنالی Q2 دارم و در حال حاضر مدرس دانشگاه هستم و کار خودم هم به عنوان دیولپر هستش و پروگرامر هستم. خب بریم شروع کنیم مبحثمون رو در مورد دو تا آزمونی که قطعا باهاش آشناییت دارید اخیر رو این ویدیو کلیک کردید، آزمون دولینگو و آزمون آیلتس. ابتدا من میام راجع به آزمون دولینگو باهاتون صحبت میکنم، مزایا و معایبش رو میگم و یه توضیح بدم قبلش راجبش. من خودم هم 2 بار آزمون دولینگو دادم، هم 2 بار آزمون آیلتس آکادمیک دادم و تجربه خیلی خوبی در این زمینه دارم و امیدوارم که این ویدیو بتونه کمکتون کنه. و توضیح هم میدم که چی شد که کدوم رو ابتدا انتخاب کردم و حالا بعدش چه اتفاقاتی افتاد. ابتدا میرم سراغ آزمون دولینگو. این آزمون از کی مشهور شد؟ از زمانی که کرونا همه گیر شد و خب سنترهای برگزار کننده آزمون مثل جایی که آزمون آیلتس رو برگزار میکردن یا آزمون تافل رو برگزار میکردن همه بسته شدن. آزمونی اومدی مثلا به نام آزمون دولینگو که شما میتونستی از تو خونه آزمون بدی و به مرور توسط اکثریت دانشگاه‌ها و حتی دانشگاه‌های برتر جهان، حالا چه تو کانادا چه تو امریکا، مورد قبول واقع شد. و خب تا یه جای خوب بود. خیلی هم گفتن که خیلی خوب ما میریم این آزمون رو میدیم. هم هزینهش کمتر بود، حدود هزینهش $49 بودش در مقابل خب آزمون آیلتس که تقریبا یه چیزی بوده 3 برابر این در میومد. و خب خیلی خوشحال بودن از این بابت که خب میگفتن که بیرون آزمون رو میدیم و نمره که میخوایم رو میگیریم و بعدش میتونیم اپلای کنیم. تا یه جای این حرف درست بود، منتها خب الان که دیگه از بحث پندمی و این داستان ها گذشتیم، به مرور یک سری از دانشگاه های برتر اومدن دوباره این آزمون رو حذف کردن از لیست آزمون های مورد قبول برای دانشگاهشون. البته خب توی خیلی از دانشگاه هم جا باز کرده و دیگه جزو مدارک قابل پذیرششون شده. چند تا مسئله داره این آزمون دولینگو. اولیش این هستش که درسته که هزینهش کمتره، اما شما هیچ ماک تست قابل اعتمادی براش نداری. درسته خود وبسایتش یک آزمون میگیره، ولی خب چند تا فرق اساسی داره با آزمون اصلی. یکی این که برای مثال طول آزمون اصلی 1 ساعته، ولی آزمون ماکی که توی وبسایت خود دولینگو هست 15 دقیقه است. دوم مطلب این که خب با توجه به اینکه 15 دقیقه است، همه سبک‌های سوالات رو قاعدتاً پوشش نمیده. مشکل بعدی که داره چیه؟ مشکل بعدی که داره اینه که این آزمون بعد یه مدت سوالاش به صورت تکراری میشه. اون ماک تست رو منظورم هستش. یعنی شما مثلا صرفاً 3-4 بار اول که شاید آزمون رو میدی تا حدودی میتونه نمرش برات ریلایبل باشه. خب چون بعد اون دیگه سوال تکراری میشه، خب شما برای اون سوال آمادگی داری، برای اون موضوع آمادگی داری و دیگه اون جنبه آزمون بودنش از بین میره. صرفا اون آزمون ماکی که گذاشته به درد این میخوره که شما با سبک آزمون آشنا بشی که بدونی خب سوالها به چه صورت هستش. و خب نمره‌ای هم که به شما میده یک بازه نمره‌ای هستش که خیلی از حقیقت به دوره. یعنی شما نمیتونی اصلا بهش اتکا بکنی. این مشکلات داره. البته خب جدیدن یک سری حالا افراد و یک سری حالا مؤسسات اومدن یک سری سوالات گردآوری کردن، یک سری پکیج‌های آماده کردن دارن میفروشن و اینها که اونها هم هستش.
حالا بریم یه توضیح داشته باشیم راجع به بحث این که خب بخش‌های مختلف این آزمون چی هستش. و قبلش من یه سری تجربیات خودم رو بگم. من دوباره این آزمون رو دادم، بار اول دست به جیب رفتم سر امتحان و صرفا یکی دوتا همون ماک تست خود سایتش رو زده بودم. نمره اولم شد 105، بعدش یه مقدار کار کردم و اینها و نمره دومی که گرفتم نمره 115 شد. خب این رو در حالی در نظر بگیرید که نمره آیلتس من آیلتس آکادمیکی که من دادم اوورالم 6.5 شد، ولی خب 6.5 بود که مایل به 7 بود. یعنی من شاید اگه به یکی از اسکیلام نیم نمره اضافه میشد اوورالم 7 میشد. و شما در نظر بگیر نمره 115 توی آزمون دولینگو معادل آیلتس 6. یعنی چی؟ حرفم منظورم چیه؟ شما با سطح دانش یکسان زمانی که میری آزمون دولینگو میدی و آیلتس میدی، نمرت توی آزمون آیلتس بالاتر میشه. علت این قضیه چیه؟ سرعت بالای آزمون دولینگو. تو 1 ساعت شما داری آزمون میدی و تایم سوالات بسیار، اول که سوالات خیلی کوتاهه و بسیار سریعه. شما اصلا وقت نمی‌کنی خیلی خودتو جمع جور کنی. توی آزمون آیلتس شاید بگی تو بخش لیسنینگش یه مقدار این داستان وجود داره که شما وقت نکنی خودتو جمع جور کنی، ولی خب تو بخش‌های دیگه شما کاملا تایم داری که اگر یه لحظه تمرکزت از دست رفت یا هر اتفاقی افتاد خودتو جمع جور کنی. ولی توی آزمون دولینگو این قضیه اصلا وجود نداره. بلافاصله سوالات عوض میشه، میره سوال بعدی و شما هیچ بریکی اون وسط نداری. خب بریم سراغ معرفی بخش‌های مختلف آزمون دولینگو. من موقعی که خب داشتم خودم آماده می‌کردم برای این آزمون، بخش‌های مختلفش رو نوشته بودم. سوال اول که باش مواجه میشید read and complete هستش. به شما یه متنی میده که بخش‌هایش جا خالی هستش و البته خب تعداد حروفی که میخواد رو مشخص کرده. شما بر اساس اون متن باید حدس بزنید اون کلمه چی هستش یا به قول اون کلمات چی هستش. تایمش 3 دقیقه هست و بین 4 تا 6 بار توی اون آزمون 1 ساعته میاد. بعدیش read and select هستش که خب شما یه متن میخونی و حالا یه سری کلمات رو سلکت میکنی بر اساس حالا اون چیزی که باید قرار بگیره. تایمش 1 دقیقه هستش. این هم بین 4 تا 6 بار توی آزمون میاد. بعدی listen and select هستش. listen and select البته فکر میکنم دیگه الان حذف شده. به این صورت بودش که شما روی کلمات مختلف کلیک میکردی و به قولی صداشون برای وایس های مختلف شما کلیک میکردی و صدا رو میشنیدی، صدای اون حالا حرف رو. اگر اون حرف واقعا در لغات انگلیسی وجود داشت خب شما انتخابش میکردی و مثلا خب لغات دریوری هم توش بود که اصلا در انگلیسی وجود نداره و اون رو انتخاب میکردی و اون چند تایی که فکر میکردی در انگلیسی هستن رو و خب نمره سوال میگرفتی. این ریدن سلکت هم یه اصلاح بکنم. ریدن سلکت هم همین داستان بود که شما لغات رو میدیدی، اونهایی که واقعا در زبان انگلیسی وجود داشت اونها رو انتخاب میکردی. یه تایپ دیگه سوال داشت listen and type. یه متنی رو برای شما میخوند در حد 1-2 جمله، خب بستگی به سختیش میخوند و حدوداً 2 بار شما اجازه داشتی که اون متن رو بشنوی، 2 بار یا 3 بار. تا یادم شما 1 سال پیش در آزمون دولینگو رو دادم و شما بعدش باید بلافاصله اون متن رو مینوشتی. بعدی read aloud. یه توضیح هم بدم. این listen and type که گفتم 4 تا 6 بار امکانش بود که در آزمون باشه. بعدی read aloud میاد یه جمله رو به شما نشون میده و بلافاصله میکروفون شما به صورت اتوماتیک روشن میشه و یا باید حالا دکمه رو بزنید که فعال بشه که بعد شما باید اون جمله رو شروع کنی به خوندن و خب اینجا در واقع تست پرونانسیشن شما هستش که ببینید تلفظاتون به چه صورت هستش. چیزی که تو این سوال هم مهم هست اینه که حواستون به پانکچویشن ها باشه، یعنی جایی که خب مکس گذاشته مکس بکنی و اینا. تایپ سوال بعدی write about the photo هست. به شما یه دونه عکس میده و 3 بار توی آزمون میاد. یه ماجرایی که این قضیه داره و یکی از نکاتی هست که خب فرق
آیلتس و دولینگو میشه. ببینید شما وقتی با آزمون آیلتس آشنا میشین خب متوجه میشی که موضوعات مشخصه توی یک چارچوبی هستن خب و دایره لغات شما مشخص میشه. برای همین میگم توی آیلتس نمره گرفتن راحت تر هستش تا دولینگو. ولی برای مثلا تو همین سبک سوالا که میگه write about the photo شما هر چیزی ممکنه ببینی توی آزمون. خب شاید شما به هر دلیلی مثلا حالا یک شیء خاص رو شما معنیشو ندونی یا خوب نتونی باهاش جمله بسازی یا هر ماجرایی. خب و این کارت رو یه مقدار مشکل میکنه با توجه به اینکه شما اصلا وقت نداری. عکس رو که میبینی 1 دقیقه بیشتر وقت نداری براش بنویسی و توقع اینه که بین 1 تا 3 جمله براش بنویسی، حداقل 1 جمله و حداکثر 3 جمله. سبک سوال بعدی speak about the photo. 90 ثانیه شما وقت داری براش که گفته میشه حداقل 60 ثانیه بهتره که صحبت بکنی. تو speak about the photo هم تمام داستان سوال قبلی هستش که البته اینو 1 بار توی امتحان میبینید. هر عکسی میتونه باشه با هر موضوعی. خب و خب مثل آیلتس نیستش که موضوعات یک چارچوب خاصی داشته باشه و شما بر اساس اون چارچوب ها به قولی دایره لغاتت شکل گرفته باشه و طبیعتاً به نظر من آزمون دولینگو سطح زبان بالاتری رو میطلبه، با اینکه بعضی برعکسش فکر میکنن، میگن که خب ما سطح زبانمون ضعیفه بریم یه دولینگویی بدیم یه نمره بگیریم، در صورتی که اصلا اینطور نیستش. شما اگه مثلا با سبک‌های آزمون آیلتس آشنا باشی خیلی راحت تر میتونی نمره بهتری بگیری. عرضم به حضورتون که تایپ سوال بعدی read then write هستش که 5 دقیقه به شما وقت میده. به چه صورت هستش؟ به شما یه موضوع میده و هم میگه راجع به این شروع کن به نوشتن. 5 دقیقه هم شما زمان داری، 1 بار همین توی آزمونت میاد. سبک سوال بعدی عرضم به حضورتون که سوال read then speak هستش. یه موضوعی برای شما می‌نویسه، میگه مثلا نظر شما راجع به فلان چیز چیه. چقدر براش وقت داری؟ عرضم به حضورتون که 1 دقیقه و نیم براش وقت داری که شما صحبت کنی. البته 20 ثانیه هم به شما زمان preparation میده، زمان میده که شما خودت آماده کنی براش. سبک سوال بعدی listen then speak هستش. مثلا من خودم یادمه این سوال رو توی سوالای ماک تست ندیده بودم برای اولین آزمونم و یه لحظه شاک شدم که اینو دیدم، ولی خب به خاطر اینکه حالا قبلا قولی حالا بالاخره سطح زبانمون خوب بود، یه حداقلایی و حداقلاش تونستم این رو هم جواب بدم. listen then speak چی جوریه؟ یه وایس پلی میشه، یه موضوعی داره برای شما تعریف میکنه، میگه که راجع به این صحبت بکن. چقدر براش وقت داری؟ 1 دقیقه و نیم براش وقت داری که صحبت بکنی که میگن حداقل بهتره شما حداقل 60 ثانیه رو صحبت بکنی و 20 ثانیه هم قبلش زمان داری برای آماده شدن به قولی برای این سوال. سبک سوال بعدی میگه که complete the sentence. این حالت ریدینگ داره، یعنی شما این متن میخونی بعد تا جملاتش رو میای کامل میکنی. این سبک سوال به شما 7 دقیقه وقت میده و فقط یه تایپ سوال نیست که شما جملات رو کامل کنی. بعدش میپرسه که مثلا چه میدونم موضوع مرتبط با چی بود یا حالا از این سبک سوالات. عرضم به حضورتون سوال بعدی که سوال جزء سوالای آخر این آزمون حساب میشه رایتینگ سامپل هستش. از شما میخواد که رایتینگ سامپل بنویسی که خب نمره داره، شبیه خیلی به اون سوال read then write، یعنی به شما یه موضوع میده که شروع کنی براش بنویسی و این به قولی سامپل رایتینگ رو به اون دانشگاهی که شما میخواید ارسال کنی هم ارسال میکنه. یعنی مثلا نمره زبانتون خواهی ارسال کنی این اسپیکینگ رو هم این رایتینگ رو هم ارسال میکنه. یه دونه اسپیکینگ سامپل هم داره که برای اون هم 3 دقیقه وقت داری، موضوع بهت میده، سوال آخر آزمون هستش و همزمان خب ویدیو شما هم داره کپچر میشه و خودش هم اونجا اعلام میکنه که ما
این اسپیکینگ شما رو همراه با نمره آزمون با اون دانشگاه مقصد ارسال میکنیم. و این هم هستش. یه سبک سوال هم جدیدن اضافه شده، اینتراکتیو لیسنینگ، که البته خب موضوعش به چه صورته؟ این سوال به اینجوریه که یک ابتداش یه مکالمه بین شما و استادته. مثلا چه میدونم میخوای به راجع موضوع مقالت باهاش صحبت بکنی یا حالا هر مسئله دیگه که مربوط به موضوعات آکادمیکه. به این صورت که مثلا طرف حالا سوالشو مطرح میکنه، شما مثلا جوابی که درست تر هست رو انتخاب میکنی و اینها. اون مکالمه که تموم میشه، خب آخرش از شما یه حالت سامری طور میپرسه که خب شما چی کار کردی، به یه تایمی میده، میگه خب من میگم که من چه میدونم دانشجوی مثلا فلان درس بودم، با استادم رفتم راجع فلان موضوع صحبت کردم. این سوال جدیداً اضافه شده. یکی از معضلات دیگه که آزمون دولینگو داره اینه که این آزمون هر لحظه دستخوش تغییره. هم مبلغش، مثلا من خودم یادم اولین آزمون دولینگویی که دادم $49 بود، دومی که دادم دقیقاً همون تایمی بود که تازه مبلغش زیاد کرده بود، $59 پول دادم. و من از اکثر بچه‌هایی که آزمون دولینگو دادن پرسیدم و همه متفق القول بودن که همه بیشتر از یک بار آزمون دادن. یعنی شما اون اولش خب حساب میکنی که دارم 1/3 پول آزمون آیلتس رو میدم و چقدر عالی، اما خب با توجه به اینکه خب خیلی آزمون مارکی براش نیست و این داستان ها، شما در نهایت مجبور میشی حداقل 2 بار آزمون رو بدی. خب این از بحث آزمون دولینگو بود. بریم سراغ آزمون آیلتس. آزمون آیلتس چون خیلی مفصل تر هستش، بخوام توضیحش بدم خودش یه ویدیو جداگونه میگیره که حالا بعداً اون رو هم ضبط میکنم. اما به طور کلی بخوام بهتون بگم، آزمون آیلتس ساختارش خیلی مشخص تره. طبیعی هم هست، هر آزمونی که سالها برگزار بشه نمونه سوال براش زیاد میاد. برای مثال همون ارزم به حضورتون که همون کتاب‌های مشکی رنگ کمبریج خودش نمونه سوالات آزمون آیلتس هست که خب شما همچین چیزی رو برای آزمون دولینگو اصلا نداری در حالت عادی، مگر حالا مؤسساتی که خودشون پکیج‌های آماده کردن و نمونه سوالاتی دادن که خب اونها خیلی هم رسمی نیست اون سوالات. ارزم به حضورتون که خب اولا که آزمون آیلتس نمونه سوالاش بیشتر مشخصه، وبسایت‌های مختلفی هست که شما میتونید آزمون ماک آیلتس بدی، مؤسسات مختلفی هست. حالا سری از این سایت‌ها رو که کاملا شبیه ساز آزمون آیلتس هستش رو من توی ویدیوی دیگه بهتون معرفی میکنم که واقعا عالیه، به خود من خیلی کمک کرد. و عرضم به حضورتون که بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم، خود من که هر دو تا آزمون دادم، یعنی من اول اومدم دولینگو رو دادم که چون اون تایمی بودش که آزمون آیلتس تو ایران بسته شده بود دادم و خب در نهایت مجبور شدم در نهایت برگردم با آزمون آیلتس که اون نمره‌ای که میخوام رو بتونم دریافت بکنم. و یه نکته کلی هم که وجود داره این که شما همونجور که اول بحث گفتم بهتون، ساختار آزمون آیلتس خیلی مشخص تر هستش نسبت به دولینگو و این دایره زبانی شما زمانی که با آزمون آشنا باشی بیشتر با نکاتش آشنا هستی و دایره لغاتتون مشخص تره. یعنی شما یک حس امنیت بیشتری در آزمون آیلتس داری تا دولینگو از لحاظ دایره لغات. خب امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره، چون به قولی تنها چیزی که ما انگیزه میده همین بحث لایک و سابسکرایب هستش. و کمک کنید که این یوتیوب که به قولی یک کتابخونه بزرگ هست برای ما که میتونیم رایگان از همه چیز استفاده کنیم پابرجا بمونه، و راه پابرجا موندنش هم همین لایک و سابسکرایب ها هستش که یوتیوب را انگیزه میده که کارشون رو ادامه بدن. امیدوارم که به درتون خورده باشه و موفق باشید.